با عرض سلام به بینندگان عزیزی آزادی. امروز 23 فوریه در روز تأسیس ارتش ملی، پرزیدنت تاجیکستان از افسران و فرماندهان خواست با سربازان بدرفتاری نکنند. مقامات میگویند برای برگردانیدن مهاجران بازداشت شده تاجیک در داغستان تلاش دارند. در نیم سال به تاجیکستان بیش از 1000 تابوت آوردند و جریمه 2 ساکن بدخشان برای عبادت دست جمعانه در خانه‌شان. تفصیلات این و خبرهای دیگر در ادامه برنامه. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از افسران و فرماندهان نیروهای مسلح خواسته است با سربازان عادی و تابعانشان مناسبتی درست داشته باشند و بدرفتاری نکنند. او روز 23 فوریه در دوشنبه و هنگام سخنرانی در جلسه بخشیده به 30 سالگی تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان گفته است رهبران و افسران باید به سربازان مثل فرزند خود مناسبت کنند و نسبت به آنها غمخوار باشند. امامعلی رحمان افزوده است شخصا من همچون سرفرمانده عالی قواهای مسلح هر یک سرباز را مثل فرزندان خود دوست می‌دارم و همیشه کوشش می‌کنم برای سربازان شرایط بهترین خدمت و زندگی مهیا کرده شود. ظاهراً اشاره رئیس جمهوری تاجیکستان به گزارش‌های زیاد درباره بدرفتاری در صف نیروهای مسلح از جمله مرگ و میر سربازان و سرپیچی جوانان از خدمت در ارتش است. به اعتراف خود مقامات در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی، بدرفتاری با سربازان نوآمده و سوء استفاده افسران از مقامشان گفته می شود. در 2 هفته اخیر جسد باز 4 زاده تاجیکستان را از اوکراین آوردند. همه آنها در روسیه زندانی بودند و به گفته نزدیکانشان مجبوری به جنگ برده شدند. رادیوی آزادی تا این دم کشته شدن 14 زندانی تاجیک در اوکراین را تصدیق کرده است. یک تحقیق معلوم کرد که مرگ و میر شهروندان تاجیکستان به خصوص در نیمه دوم سال گذشته در خارج کشور زیاد شده است. در این دوره بیش از 1100 تابوت را به تاجیکستان آوردند. این رقم قریب 2 برابر بیشتر از سال پیشتر بوده است. همکاران ما امروز در این باره یک گزارش مفصل تهیه کردند که در آن از سرنوشت چنده از این زندانیان کشته شده تاجیک در جنگ قصه می شود. گزارش را در برنامه اخبار آزادی پس از 4 ساعت پیشنهادی شما میکنیم. مقامات تاجیکستان میگویند سعی دارند 12 شهروند کشور را که در جمهوری داغستان روسیه دستگیر شدند به وطن برگردانند. دفتر وکالتدار حقوق انسان روز 23 فوریه گفت که عین زمان مسئله درست کردن سندهای این 12 نفر که در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در مخچقلعه نگه داشته میشوند ادامه دارد. شهروندان تاجیکستان را که ظاهراً مهاجران کاری هستند برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت در قلمرو داغستان دستگیر کردند. گروه بازداشت شده مهاجران تاجیک که زیاده از 2 ماه باز در بازداشتگاه داغستان هستند چند پیش ضمن صحبت با رادیوی آزادی از آینده ناروشن خود اظهار نگرانی کرده بودند. در بازداشتگاه‌های روسیه مثل این مهاجران کاری صدها شهروندان تاجیکستان نگه داشته می‌شوند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن یک سخنرانی حمله روسیه به اوکراین را تنقید کرد و آن را نقض آیین‌نامه سازمان ملل و قانون‌های بین المللی نامید. او همچنین تهدیدهای روسیه برای استفاده از بمب اتمی را محکوم کرد. بعد آغاز حمله به اوکراین در روز 24 فوریه سال 2022 ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تکرار گفته است در صورت تهدید به کشورش میتواند بمب اتمی به کار برند. آنتونیو گوترش روز 22 فوریه در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ما تهدیدهای آشکارا را درباره استفاده از بمب اتمی شنیدیم. استفاده به اصطلاح تاکتیکی از اسلحه اتمی غیر قابل قبول است. باید از این ورطه عقب برگردیم. فردا 24 فوریه از حمله روسیه به همسایه کشورش 1 سال رسا می‌گذرد.
دو ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان را برای عبادت دسته‌جمعانه پیروان اسماعیلیه در خانه‌شان جریمه بستند. سامانه فورум 18 روز 21 فوریه نوشت نمایندگان حکومت ماه ینور امسال در خاروق به ساکنان گفتند به عبادت گروهی در خانه‌ها اجازت نیست. مقامات ولایت بدخشان قضیه را به طور رسمی شرح ندادند. یک پیروی اسماعیلی از بدخشان به فورум 18 گفته است هر کس در خانه‌اش میتواند تنها نماز گذارد ولی نه دست جمعی. یک نماینده وزارت معارف به فورум 18 گفته است در بدخشان چیزی را منع نکردند. و حالا از قرب روبل و دلار در تاجیکستان میگویم. امروز 23 فوریه بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 145 سومانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 84 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 53 درم مقرر کرده است. قرب پول میتواند در بانک‌های تجارتی فرق کند. شما سرخط چند خبر را این ساعت را شنیدید. برای دیدن و شنیدن خبرهای دیگر 4 ساعت بعد ما را در برنامه اخباری آزادی همراهی کنید.